أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از نامهای الله القدوس می باشد. قدوس در قرآن وارد شده است که هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس. قدوس با ملیک با هم آمده است. در قرآن القدوس دو بار وارد شده است. قدوس معنایش پاک و طاهر از هر عیب می باشد. الله در ذاتش، یعنی او تنها و یگانه است، طاهر است، پاک است از فرزند و از زن و فرزند پاک است. برای همین در قرآن اگر ببینیم فرشتگان میگویند اتجعل من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. فرشتگان به الله گفتند آیا تو در زمین شخصی را میآفری که کسانی را میآفری که در زمین فساد و خونریزی میکنند و مایان تو را تسبیح میگوییم و نقدس لک و تو را پاک و منزه میشماریم. نقدس لک. و این برای چی ما بیت المقدس را بیت المقدس میگوییم؟ مسجدی که در فلسطین وجود دارد بیت المقدس میگویند، چون که مکانی پاک و طاهر می باشد. در آنجا پیامبرها بسیار فرستاده شدند. در آنجا پیامبرها به یگانه پرستی دعوت میکردند، الله را تنها و یگانه میشمردند. برای همین مکانی که در آنجا پیامبرها به سوی الله دعوت میکردند، آنجا مکانی مبارک و طاهر می باشد. خیلی که یا قوم دخول الارض المقدسة التي كتب الله. ارض زمینی مقدس گفته است، زیرا زمینی مبارک می باشد. مبارک در آنجا فرمان الله گفته می شد، پیامبرها فرستاده می شد، رضاگی الله را در آنجا گفته می شد. برای من زمینی مقدس، برای نام الله القدوس می باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که نماز ویتر را می خواندند می گفتند که سبحان الملک القدوس، پاک و منزه است اللهی که مالک است، قدوس است، طاهر از عیب می باشد. فرق بین سبوح و القدوس: سبوح پاک و منزه است، از هر عیب می باشد، اما قدوس پاک است و منزه است و بی‌نظیر است و جزئیه حتی ضعف در الله دیده نمی شود. مثلا میگوییم که الله قادر است، مثلا الله زمین آسمان و این مخلوقات ها را در 6 روز آفریده است. سپس الله گفته است که ما مسنا من لغوب، یگان ذره بر ما خستگی نرسید. حتی کمترین چیزی که عیب است از الله قدوس می باشد، طاهر است. حتی کمترین کوچکترین خستگی به الله نرسید. مثلا الله حی است، زنده است، خواب نمی کند، حتی پینکی هم نمی رود. این را می گوییم حتی جزئیاتی که عیب نقصان در الله وجود ندارد.
علیم است، دانا است. ما میگیم سبوحون، یعنی الله دانا است. صفت جهل از الله برداشته شده است. اما قدوس میگیم حتی کمترین نسیان، کمترین جهل در الله وجود ندارد. بعضی شخصایی میبینید توانا است، اما به او خستگی میرسد. اما الله وقتی که ما قادر گفتیم، ما القدوس را میبینیم که جزئیتی خستگی و ناتوانی در الله وجود ندارد. برای این القدوس وارد شده است. سبوح فقط ما میگویم که صفتهای نقصان را به الله، از الله دور میسازیم. پاک و منزه و بی عیب و بی نظیر است. قدوس میگویم جزئیات نقصان و خستگی و جهل و این چیزها در الله حتی وجود ندارد. لا تأخذه سنة ولا نوم. به الله خواب الله را فرا نمیگیرد، حتی پینکی نیست. القدوس پاک و منزه و مطهر می باشد. السلام علیکم. این بود شرح مختصری القدوس و السبوح. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.